بدنت گرفته از نشستن طولانی مدت؟ در اینجا 3 تمرین سریع و آسون برای بهبود تحرک به بدن شما اومد. اولین حرکت تمرین کتکف که به آزاد شدن عضلات شما و انعطاف پذیری کمر شما کمک میکنه. روی 4 دست و پا قرار بگیرید و به آرامی کمر خودتون رو به سمت سقف خم کنید. سپس با حرکت معکوس به پایین برگردید. این تمرین رو 60 ثانیه تکرار کنید. تمرین دوم به عنوان بهترین حرکت کششی جهان شناخته میشه. در حالت پلانک قرار بگیرید و جلو بردن پای راست خود تا جایی که میتونید به جلو خیز بردارید. سپس دست خود را روی زانوی خود قرار بدید و اونو به سمت بیرون و عقب فشار بدید تا کشش عمیق‌تر بشه. سپس آرنج خودتون رو به سمت زمین بیارید و سپس دستتون رو تا جایی که میتونید بالا بیارید. این کار را به مدت 30 ثانیه انجام بدید و سپس به سمت دیگه برید. تمرین سوم اسکوات آسیایی. یه حوله لوله شده بردارید و پاشنه‌های خودتون رو روی اون قرار بدید. تا جایی که میتونید پایین برید و در حالی که پاشنه‌هاتون روی حوله هست از آرنج‌های خود برای فشار دادن زانوها به بیرون استفاده کنید.